این درخت رو ما از نهالش کاشتیم، چوبش هم برداشت کردیم، تضمینی خریدیم، دادیم خیلی از کارخونه ها فراوریش هم کردن، ظرف و ظروف آشپزخانه، مبل و صندلی، در و پنجره، پدلبرد و ایکس درست کردن. ولی تو کشور ما هنوز یه عده در خواب غفلت خودشون موندن و میگن پالونیا یه گیاه خارجیه. چرا خارجی میکاری؟ پس گوجه فرنگی هم نخور، پس کیوی هم نخور، پس این همه محصولی که پاپایا ایکس و ایگرگ دارید از خارج وارد میکنید یا میکارید، اونا استفاده میکنن، مشکل سازن؟ نه، همه گیاهان برای کره زمین ضروری و مفیدن. همونطور که پالونیا هیبرید اصلاح شده تبجو نه تنها چوبش برای صنعت چوب کشور ما ضروریه و جلوگیری میکنه از خروج ارز، بلکه برای حفظ محیط زیست، تولید اکسیژن، فضای سبز و جنبه‌های توریستی برای کشور ما ضروریه و یک کمک بسیار خوبی برای کشاورزان میکنه تو این وضعیت اقتصاد ایران که